الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آیت الذين يؤمنون بالغیب در رسیده بودیم. الله تبارک و تعالی صفات متقین در اینجا ذکر میکنه. البته در اینجا از جمله صفات سه صفات متقین در اینجا ذکر میکنه که در جمله سه صفات متقین در قرآن کریم کدام صفاتایی که برای متقین ذکر میشه در آیات مختلف قرآن کریم کل صفات را که جمع‌آوری بکنیم به می سه صفت راجع میشه. صفاتایی که برای متقین در قرآن کریم ذکر شده او در بسیار صورت ها می باشه. در صورت زمر وجود داره، در صورت آل عمران وجود داره، در خود سوره بقره وجود داره و همچنان در سوره قاف وجود داره. مجموعه صفاتایی که در صورت‌های مختلف ذکر شده وقتی که تفکر و تأمل زیاد بکنیم راجع میشه به سه صفت. در اینجا سه صفت متقین عبارت است. اول صفت عقیده است، دوم صفت عمل است. عمل دو قسم است، یکی بدنی یکی هم مالی. یک صفت عملی متقین ذکر میکنه که در بدن تعلق داره و دیگهش در مال تعلق داره. بعد از دو صفت یکی ایمان به کتاب و انبیاء علیهم السلام، دوم ایمان به آخرت است. از همون خاطر مفسرین میفرمایند که دو صفت در مورد اهل کتاب است. اهل کتاب با وصفی که دعوای ایمان داشتن، ایمان به انبیاء علیهم السلام و کتابا هم و ایمان به آخرت هم، لیکن فرق داشتن با ایمان مؤمنا، به خاطری که مؤمنا با آخرت عقیده صحیح داره. آن چیزی را که الله تبارک و تعالی بیان کرده که در اونجا عدالت میشه و کسی را الله تبارک و تعالی خاص برای جنت نساخته از قوما، بلکه معتبر یا معیار در اونجا عقیده صحیح و عمل صحیح است، برخلاف تصور نادرست یهود و نصارا که هر کدام ادعا داشتن که ما مستحق جنت هستیم دیگه کسا نیستن، یا تبعیض قائل بودن در بین کتابا و انبیاء علیهم السلام. عقیده نداشتن که انبیاء علیهم السلام رهبران یک مکتب است و حاملین یک وحی الله تبارک و تعالی است، در بینشان هیچ نوع مشکل وجود نداره و همچنان کتابای الله تبارک و تعالی یکی دیگه خود تایید میکنه، هیچ نوع اختلاف در بین از او وجود نداره. از او خاطر الله تبارک و تعالی در اینجا دو صفت اهل کتاب ذکر میکنه که در بین اهل کتاب اگر این دو صفت داشته باشن که مثل که قرآن کریم بیان میکنه، هم موضوع آخرتشان و هم موضوع ایمان به کتابا یا پیغمبران علیهم السلام، اونو وقتی مردم هم در زمره متقین داخل میشه. گپ خود در اینجا هست که الله تبارک و تعالی اولین چیزی که در صفت متقین ذکر میکنه مسئله عقیده است. از این برای ما واضح میشه که در زندگی انسان موضوع عقیده مهمترین موضوع است برای از این که ما شامل شویم در طایفه متقین. از این پیش برای ما واضح شد که در درجه تقوا یا در دل تقوا، طایفه تقوا زمانی داخل میشیم که ما رابطه خود با کتاب الله تبارک و تعالی پیدا بکنیم. زمانی با کتاب الله بشینیم ذریعه رسیدن در درجه تقوا، خصوصا در درجه کامل تقوا، فقط رابطه پیدا کردن با کتاب الله تبارک و تعالی است. چرا کتاب الله تبارک و تعالی ذریعه حصول تقوا است؟ به خاطری که تفصیل عقیده را، موضوع عقیده را، موضوع عمل درست، موضوع عمل درست بدنی و مالی را کتاب الله تبارک و تعالی برای ما تشریح میکنه. زمان امی عقیده را پیدا کردیم و عمل خود موافق امی تفصیل قرآن انجام دادیم، یقینا ما در درجه اعلای تقوا رسیده میتونیم و همه کمالات یا امتیازات یا نتیجه های مثبتی که در دنیا و آخرت الله در قرآن وعده کرده برای متقین اونو وقت نصیب ما و شما میگرده، در غیر از اون نصیب شده نمیتونه. یقینا در هر آیت قرآن کریم اگر انسان تأمل بکنه بالکل سبب نجاتش واضح است. از همون خاطر برادرای یک تعداد برادرای ما میگه ما را گم کردیم، ما چون کدام را بگیریم؟ ملاها رقم سخن میگه او مختلف طایفه هاست، نه را گم نکو، برای تو بالکل واضح است.
هر کسی که مطابق کتاب الله تبارک و تعالی قدم میگذاره و موافق سنت رسول الله عمل انجام میده، بس قطعی طایفه تو همراهی بکو، را سرت گم نیسته. تو باید بدانی پشت دکتری متخصص میگردی، برای تو واضح میشه که فلان دکتر تخصص خود در فلان جای کرده، تحصیلات عالی داره و تداوی و علاجش نتیجه داده. روزها را برداشت درد متحمل میشی، برش انتظار میکشی به این خاطر که باز بری علاج تا پیش امو دکتر بکنی. در موضوع دینیت امی قسم تعامل بکو، تفکر بکو. تو باید بیابی که کی یقینا دکتری قرآن است، کی یقینا علاج از قرآن یاد گرفته. باید به گفته های امچو عالم تو عمل بکنی و بروی قطعی ازو موافق شوی. در غیر ازو هر لنگی سفید و کالا سفید عالم شده نمیتونه که در سر منبر چیزی را میگه که دین او را تکذیب میکنه. شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه، اینطور حالتا آمده که در سر منبر سخنای گفته میشه که در کتاب الله تبارک و تعالی وجود نداره، در حدیث پیغمبر وجود نداره، با اسلام موافقت و مطابقت نداره. دیگه برادر عوامم، خود در کوچه حسن چپ نزن. در پیش الله تبارک و تعالی تو مسئولیت داری. دینی تا اهمیت بده، دینی تا تو ارزش بده. چرا؟ خصوصا در بخش عقیده. چرا؟ اگر عقیده خراب باشه همه اعمال که سری از او مرتب میشه در بدر است. تا که اساس و بنیاد درست نباشه، اعمال یا چیزی که سرش مرتب میشه قابل قدر و قیمت نیسته. از او خاطر تو باید در این مورد بسیار کوشا باشی که عقیده درست شوه. درستی عقیده توسط کتاب الله تبارک و تعالی می آید. اینجا برای ما متقین معرفی میکنه. اول موضوع مهم، ما در صدد ایمان خود، شناخت ایمان خود باید باشیم. اگر ما با وصفی که پدر و مادر و نیاکان و اجداد ما مومن تیر شده، لیکن ایمان بشناسیم. ما در یکی از مساجد در روز جمعه تقریر کردم، به مردم گفتم ما مردم مومن هستی؟ کلگی دست بالا کرد که بله ما مومن هستیم. بعد از او سوال کردم که کیست که در بین شما غیر از علما ایمان تشریح کنه برای ما که ایمان چی را میگه؟ سکوت، کلگی سکوت اختیار کرد. یک نفر در بین پیدا نشد که ایمان برای ما تشریح میکرد ایمان چی را میگه. عجیب است، 60 و 70 و 80 و 90 120 سال عمر ما میرسه، کمتر و زیادتر. ما چطور مؤمن هستیم؟ ایمان چی را میگه؟ اگر ما پرسان بکنیم یک کسی را تو ایمان داری، کلگی میگه ایمان داریم. سری چی چیز ایمان داریم؟ باز ایران میمانه. کدام چیزی که سرش ایمان آورده میشه، باور کرده میشه، تصدیق میشه، او را باز یاد نداره. ملای ما در سر منبر حتی فرق نمیتونه که بگویا مؤمن بهی یا مؤمن بهی. چیزی که سرش باور میشه او در لغت عربی به معنای مؤمن بهی میشه، یعنی آن چیزی که تصدیق کرده میشود به آن، باور کرده میشود به آن، پذیرفته میشود، او را مؤمن بهی میگه. اما عالم ما سر منبر مؤمن بهی میگه، باور کننده به آن. فرق در بین مؤمن بهی و مؤمن بهی نمیتونه. این عالم ماست. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. اینی حالات ماست که ما دینی خود اهمیت نمیدیم، عقیده خود اهمیت نمیدیم، حالان که در دین مقدس اسلام اولین مرز و سرحد در بین کافر و مؤمن چی است؟ مسئله ایمان است. و ایمان هم به غیب باید داشته باشی، ایمان بشناسی و بعد از تو آن چیزی که سرش باور و تصدیق میشه او را بشناسی. ایمان در لغت به معنای تصدیق و باور کردن است، پذیرفتن و قبول کردن است. در لغت این دو قسم استعمال میشه، یکی مجرد است که بدون صله لام و گپا میاد، و یکی مجرد نیست، یعنی امرای کلمه لام استعمال میشه. یکی این در لغت است. در اصطلاح شریعت باور کردن به دل، یعنی تو به دل بالکل میپذیری، اقرار نمودن به زبان و عمل کردن به اعضا. عرصه یا مجموعه ازیره به نام ایمان یاد میکنه. کسی از ما سوال میکنه ایمان چیست؟ در شریعت یکی در لغت است. ما میگیم ایمان باور کردن یا پذیرفتن یا تصدیق و یقین کردن در قلب است. دوم اقرار به زبان است و به اعضا یا اندامای ما عمل کردن، این را به نام ایمان یاد میکنه. پس اجزای ایمان یا ارکان ایمان 3 چیز است: تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا.
خب گوشتان بگیره. تاسف در اینجاست علما اول رای میکنه. ما میگیم نیت کردن به زبان نه آمده. نیت قصد و اراده قلب میگه در لغت عربی. یک عبادت الله بدون نیت صحیح نمیشه. شما که روزه را میگیره اگر بیگاه یا در پس شوی قصد روزه گرفتن صبح نکنی روزیتان صحیح نمیشه. اما تو یک آدم خود بند میکنه نمیخوره نمینوشه اما قصد نکرده به حیثیت روزه که روزی رمضان است ما میگیرم شه اما طور چیزی نمیخوره صحیح است که خود بند کرده نه خورده نه نوشیده و نه امرای اهل خودم بستر شده این روزه نیست. چرا؟ نیت وجود نداره. یک عبادت الله بدون نیت نمیشه. اگر تو خود میشوی غسل میکنی وضو میکنی اما نیتی وضو را نکردی که من این را برای نماز میکنم قصد و اراده در قلب نکردی اما وضو نیست صحیح نمیشه که توسط وضو عبادت شود. چرا؟ به خاطری که وضو عبادت است نیت برش ضرور است. خود نیت چی را میگه؟ قصد قلب. در تمام چیز نیت عبارت از قصد قلب است. در روزه قصد قلب است. در سجده تلاوت قصد قلب است. آیت میرسی سجده تلاوت کردی الله اکبر میگی میری در سجده قصد چی را داری؟ سجده تلاوت بس این نیت است. حالی نیت ضرورت نیست. در جنازه استاد میشید میرید مرده است قصد کرده ای که من سرینمی مرده نماز میخوانم. فرق مذکر و مؤنث گپا دو نیست. مردم عوامی ما را در بدر کرده اماما کی را میت بگویم یا میت بگویم. عجیب گپ است. سوال میکنه ای مرده مرد است یا زن است؟ برادر شخصی مرده است. شخصی مرده شامل مرد هم است زن هم است. در دل کی قصد کردی خیر و خلاص. تو نماز و دعا بین میت میکنی خیر و خلاص. کی گفته که فرق بین مرده و زنده شود؟ در یک حدیث صحابه پرسان کرده از پیغمبر یا پیغمبر پرسان کرده که کدام این مرد است یا زن است؟ امت در مشکلات واقع کرده. این طرف میاین نماز میخونه اقتدا میکنه خصوصا در مذهب حنفی. ما که میگیم که ما مذهب رد نمیکنیم اما جایی که تکر به حدیث پیغمبر میاد باز اونجا مقابله میکنیم باز اونجا نمیپذیریم. سخن پیغمبر کسی رد نمیتونه و کسی سخن کسی دیگه هم از سخن پیغمبر پیش شده نمیتونه ولو که سخن بزرگترین عالم نباشه. چرا؟ سخن پیغمبر است. پیغمبر خود به زبان نیت نکرده صحابه نیت نکرده کسی نفرموده نیت قصد قلب میگه. تو برادر حنفی ما وقتی قرائت قرآن شروع میشه در نماز میگی سوره فاتحه را نخوان. پیغمبر میگه که صحیح نمیشه نماز. لا صلاة الا بفاتحه الکتاب. هیچ نماز نیست مگر با توسط خواندن الحمدلله. خود تو الحمدلله را نمیگی. دلیل چیست؟ میگه اینجا مخالفت آیت قرآن میشه. آیت قرآن میگه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی قرآن تلاوت میشه تو گوش هم برش بگو و چپ هم بشین. از او خاطر سوره فاتحه را تو نخوان تو مقتدی. چرا؟ اونجا قرائت شروع است. خود جناب محترم اینجا که پیغمبر صراحتا گفته که نمازی بی فاتحه نمیشه اینجا به فاتحه خواندن هم نمیمونی اما میگی که نه نیت بکن. مقتدی آمده نیت کردم بازی بیچاره خو سودایی میباشه. که نیت کردم ادا میسازم 4 رکعت نمازی فرضی قطعی امری الله تبارک و تعالی را خاص به خاطر رضای الله روی آوردم طرف قبله من کعبه شریف هستم متابعت چیز رسول الله است خالصا لوجه الله. این دور و دراز کلمات یک جا کرده ای در کدام دین است؟ اگر یقینا تو حنفیستی سعی که من میگم که یا حنفیان است. مولا علی قاری رحمت الله علیه محدث بزرگ است. مشکات شریف شرح داره سر مشکات به نام مرقات یاد میکنه. دمی حدیثی انما الاعمال بالنیات خوب بحث تفصیلی کرده و رد کرده نیت زبانه و گفته بدعت است. اما می حنفیا میگه بدعت در زبان مستحب است. مستحب یک حکم است. حکم دلیل طلب داره. بکش یک سند. ما اینجا چی بکنیم؟ شما بگوی که پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیم یا پیروی قول امام ابو حنیفه هم دیجا نامده از شاگردایش هم نامده. قولی صاحب هدایه است. صاحب هدایه گفته که نیت به زبان مستحب است. چرا مستحب است؟ در او زمان فکراتی تو پاشان نبود، در این زمان فکراتی تو پاشان است. از این خاطر ضرور است که ما در زبان بگویم. پیغمبر نمیفهمید که یک زمان میآید الله تبارک و تعالی پیغمبر خبر بده که پیغمبر تو این گپ به مردم بگو که یک زمان میاد که امتی تو فکرایش تو پاشان میشه که در زبانم نیت بکنه. آیا الله تبارک و تعالی همین سخن به پیغمبر نمیفهمان
پیغمبر حالات ناگواری امت خود پیشگویی کرده، الله برش خبر داده، این نمیفهمید. یک عالم قطیمه جر و بحث می مورد میکرد، میگه نه مستحب است، مستحب حکم است، دلیل طلب داره. خودتان در کتاب خودتان، این تنها در ملا علی قاری نه در مرقات، بلکه شارح هدایه که فتح القدیر ابن همام رحمت الله علیه است او هم رد کرده، بحر رایق شرح کنز است او هم رد کرده. ولی تو چه رقم حنفیستی؟ امو کسایی که بزرگترین علما سوارت میکنه او را قبول نداری، خو یک کتاب که آورده قبول داری. عجیب است، بسیار سخت گپ است. ما خمیره میگیم ای مردم، شما باور به الله بکنه، الله رحم بکنه. یک حدیث نه، به صدها حدیث در مورد اشاره به مسبحه به انگشت در حدیثا آمده. خود اینمی مولا علی قاری رحمت الله علیه 2 رساله را در مورد اثبات اشاره در قاعده نوشته کرده، رساله نوشته کرده. و این مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانش است. خو لیکن یک صاحب خلاصه مصنفی که نامش تعالی را معلوم نیست، هویت و شخصیتش کس نمیفهمه که این عالم است یا نه، این را کدام کتاب فروش نوشته کرده، کدام کتاب فروشی که هیچ علم نداره. خود در اونجا گفته که دهم حرام اشاره کردن به انگشت است. امی علمای حنفی، امی آدم گفته که اگر تاویل قول صاحب خلاصه نشوه این کافر است. چرا کافر است؟ سنت رسول الله را حرام گفته صلی الله علیه و سلم. لیکن تا آلی را در مسجدها مردم یقین به الله بکنی سنت یاد نداره، نمیکنه. چرا؟ به خاطری که در مساجد ما اولین کتابی که بعد از فهمیدن قرآن کریم، یاد گرفتن قرآن کریم خوانده میشه در عربی کدام کتاب است؟ خلاصه است، که در اونجا چندین مسئله خلاف صریح حدیث پیغمبر است. او عالم حنفی چرا این کتاب میخوری که مخالف با حدیث پیغمبر است؟ ما فقه را رد نمی کنیم، ما اونو فقه که در ضد حدیث پیغمبر ذکر شده اونو فقه را ما رد میکنیم. که امی خود عالم حنفی، امی صاحب خلاصه را میگه که اگر تاویل قولش نشوه کافر است. چرا؟ این میگه که دهم حرام اشاره کردن به انگشت است در وقت قاعده که اهل الحدیثه. کسی که اشاره به مثل کی میکنه؟ اهل حدیث. اهل حدیث کیسته؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه و غیرهم. کسایی که مثل اهل حدیث که به عمل پیغمبر خوب واقفیت و اطلاع داره. کسی که به مثل از انگشت بالا میکنه این حرام است. خوب گوشتانه بگیره، خوب گوشتانه بگیره و خود بفهمانه که دین است. شما بگوید ما بپذیریم همی گپه. تا امروز مردم از این سنت بزرگ پیغمبر محروم است، در مساجد نمیشه. در روز قیامت چی جواب داری؟ وقتی که الله از پیشت سوال میکنی ما تقول فی هذا الرجل، صفتای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برات پیش میکنه و بعد از او برات میگه که امی شخصیتی که به حیث پیغمبر در آخری کل امتها به اینمی صفات روان کرده بودم که قرآن برش آمده بود، یعنی طور صفتا داشت، چی میگی؟ تو پیغمبرش میشناسی این علی؟ در حق ازی چی میگی؟ دو طایفه میشه مردم. یک طایفه مردم است که میدانه گفتی شخصیتی است که به حیث پیغمبر به ما آمده بود و ما مامور شده بودیم که پیروی از این در خرد و کلان در هر چیز بکنیم ولو که خلاف عقل ما باشه. ما کلی تعلیمات پیغمبر عملی بسازیم و پیروی از این شویم، عقل خود در مقابلش در کار نمیندازیم، گپی پدر در مقابلش نمیپذیریم، گپی ملا را در مقابل قول پیغمبر نمیپذیریم، از پیر صاحب نمیپذیریم، از ملا صاحب، از امام صاحب، از هیچ کس در مقابل قول پیغمبر نمیپذیریم. اینی را ایمان به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. ولی تو انجام دادی برادری که تو دعوا داری، تو مردم و طایفه که تابعداری قرآن و حدیث میکنه واره تو طعنه میدی که یا کدام گروه است، نام سرش میمانی کدام گروه است. تو میشناسی امو گروه را؟ برم بگو تو را به الله قسم سری کدام نقطه‌ای که سر ما انتقاد اعتراض داری و خلاف کتاب الله و سنت رسول الله است، بیا قطمه بشی در فضای آزاد برادرانه قطمه بحث که بگوینی عمل نادرست است. ما دلیل قوی دارم که این عملت خلاف کتاب الله و سنت رسول الله است. اما عجیب است که در عمل ما تو یک دلیل نداری، ما در اعمال تو 100 دلیل دارم که خلاف کتاب الله و سنت رسول الله است. بیا ما بار گفتم در یقیم من الصلات گپای دیگه شم میگم دیگه. ایمان بالای ایمان عبارت از تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به اعضاست.
ملا صاحب بر ما اول روی میکنه که وی شما میگه که چیستا نیت در زبان نیست، وی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب نیست. در یک مسجد ما تقریر میکردم در خطبه جمعه به مردم توضیح میدادم که او مردم نیت قصد و اراده قلب میگه، در زبان در یک جای نیت نآمده، نه در غسل، نه در وضو، نه در روزه، نه در زکات، نه در نماز، نه در جنازه، نه در سجده تلاوت، نه در هیچ جای هم، نه در حج، نه عمره. مولا علی قاری رحمت الله علیه سری ابن حجر رحمت الله علیه عالم بزرگ شافعی مسلک است، شارح بخاری است. فتح الباری کتاب بزرگ که بخاری را شرح کرده و محدثین میگه که حق امام بخاری رحمت الله علیه را امی ابن حجر رحمت الله علیه پورا کرده، به خاطر که کتاب امام بخاری را تشریح بزرگی که کرده، تفصیل بزرگی که کرده امی ابن حجر رحمت الله علیه است. او میگه در هیچ چیز نیت نیست در زبان، لیکن در حج است. چرا اونجا آمده اللهم انی ارید الحج فیسره لی و تقبله منی. در عمره هم همینطور آمده، میگه اینجا تنها در زبان نیت آمده، دیگه جای نآمده، بدعت است، اینجا سنت است. مولا علی قاری رحمه الله رد میکنه بالای امی عالم بزرگ، میگه که تو فرق نکردی و ابن حجر رحمت الله علیه. چی فرق نکردی؟ تو در بین دعا و نیت فرق نکردی. اینجا در حج دعاست، نیت نیست. منظوری توست یا الله ما اراده حج دارم، یعنی تو وقت خبر میدی که قصد کردم، نیت کردم، خود تو از طرفی ما چی کو؟ قبول کو. این دعاست، نیت نیست. او راست میگه مولا علی قاری رحمت الله علیه. حق با مولا علی قاری رحمت الله علیه هست. در یک جای مسئله نیت به زبان نآمده، یک آدم مرا خیست پسان بعد از نماز جمعه میگه وی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب نآمده. من برش گفتم این نمیطور نادان هستی دیگه، چی برات بگویم؟ ای در کجا آمده؟ در قاعده بغدادی تان در آخرش، در 4 کتاب که میخواندیم به نام 5 کتاب که در بین مردم مشهور است، در اونجا آمده 2 قسم ایمان بود، یک ایمان اجمالی، یک ایمان چی؟ اینطور میگفت که ایمان 2 قسم است، یکی ایمان اجمالی است، یک ایمان تفصیلی. ایمان اجمالی کدام است؟ آمنت بالله کما هو، آمنت بالله کما هو، من ایمان آوردم بالای الله تبارک و تعالی امو رقم که الله موصوف به صفات است و موسوم به اسماء است. چی رقم صفتی که داره و کدام نام که برش نهاده شده، به مو قسم ایمان دارم. آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته، به نام و به صفات الله هر رقم که آمده امو رقم ایمان دارم. کیفیت و تغییر و تاویل و این گپا را تشبیه و این گپا را تعطیل نمی کنم، مثلش ایمان دارم. این اجمالی میگه کما هو اسماء و صفات. و قبلت جمیع احکامه، کل حکمای الله را پذیرفته. در اونجا کاتب خطا شده، بعد از اون نوشته کرده تو نگفته که ول ایمان و ایمان چی را میگه؟ ارکانه اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. به نزد احناف ایمان 2 چیز است، یکی تصدیق قلبی، یکی اقرار زبانی. عمل داخل نمیکنه در ایمان. البته چرا عمل داخل نمیکنه؟ منظوری امی علمای احناف ما تاویل قولش میکنیم، ملزم و ملامت نمیکنیم شه که یا میگه ارکان ایمان 2 قسم است، یکی ضروری یکی غیر ضروری. ارکان ایمان که ضروری است تصدیق قلبی و اقرار زبانی است. ارکان ایمان که ضروری نیست، عمل به اعضا یا چی نیستن؟ جزای ضروری نیست، گاهی گاهی ساقط میشه. خب اگر ضروری نباشه میگه در یک وقت ساقط نمیشه. لیکن ما در قرآن کریم و احادیث بسیار دلایل آیات و حدیث ها داریم که دلالت بالای زیادت و کمی ایمان میکنه و این توسط عمل میباشه. از امو خاطر است که دیگه کل علما قائل به است که ایمان زیادت و نقصان قبول داره. علمای احناف میگه به اعتبار کیفیت قوی و ضعیف میشه، لیکن به اعتبار کمیت زیادت و کمی قبول نداره، ولی قول به دلیل قوی نداره. در اینجا اونجا در اونمو کلمات ایره به خاطر میگیم که قطعی کتابا آشنا شوی و خطایی ها را بدانه که بسیاری مردم در مسجدها امیر خوانده تا آلی را سرش علم نداره. مولای امام سرش علم نداشت، برای تو اینطور نشان داده بود که آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته و قبلت جمیع احکامه و ارکانه. باز بعد از گفته اقرارم باللسان و تصدیقم
بالقلب. نون زیر داده و ارکانهی گفته. این مسئله لغت عربیت است، نحو است. کسی که علم نحو لغت عربیت خوانده و میدانه، اگر ارکانهی نون کسره بدی عطف میشه سر احکامهی. مؤسسه